ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، الحمد لله نزد الله هر یک کدیم ما و شما را به جوای مکانهای مقدس هم بگردانه بیاییم انشاءالله. یک راحتی و یک لذتی یکنی نظامی جه آدم چقدر بسیاره آدم اینجا میفرای میره کعبه را میبینی. همه احساسات انسان ها بسیاری هاش میکنن وقتی که زمجا میفرای در میدلی نکرده میفرای کعبه را میبینیم. یک آستاسته اهمیت بتینم تا آستاسته میفرای کعبه را میبینی. آستاسته اینه کعبه را کی دیسته اینه ها اینه کعبه. از این طرف میریم میدرویم. بسم الله گفته الحمدلله. مردم ببینید چقدر زیاد های ماشاءالله. الله ایمان های حرکت ما و شما را کامل بگردانه. اینه کعبه را دیستین. این خیلی مردم از حد زیاد های ماشاءالله. مردم ببینید چقدر زیاد های ماشاءالله. در مخم که استن اینه ها ماشاءالله نزد کعبه. الله اکبر. زن ندارم روا میشم. بله میشه و اگر شرایطت باشه و هم زن بگیری و بعد بیای خطی زنت با بهتر کودکه که به حجم آگه ماشاءالله. ازده جن مسکون استه اینه ها الحمدلله. یک راحتی و یک احساسات سبحان الله که با سخن او را فهمانده نمیشه. وقتی که انسان داخل میشه ببینین همه انسان یک خیله. اگر میدونی که ای بایه ای کمبغل که ای بایه یا که ایش بایه همه یک خیلن ماشاءالله. الله دلهامون پاک بگردانه مثل همین لباسایی که سفیدی در بدن داریم. اینه ها نزد کعبه رفته استیم. الله اکبر. پروردگار هر انسانی که ما را تماشا داره این حال در جاها و مکانهای مقدس موافق شون بگردانه با همراه پدران و مادرانشون وار کنین. احساسات لذت هایی که در اینجا ایره به سخن گفته نمیشه. که محمد رفیع کنی من نمیدونم محمد رفیع اشکی باشه که الله اکبر. در اینجا انشاءالله که هر دعایی که میکنیم انشاءالله که اجابت های دعا میکنیم که مردم مهاجری که این حال در غربی هستن الله نگهدار داره. از سبب بعض انسان های به سعودیشون در نزد کعبه دعای بد نکنیم. بعضی دیگرها در مشکلی دوچار میشوند. دعا کنیم که خداوند وطن عزیز خودمون را تا اینجا امان بگردانه برکت عطا کنه تا اینکه با یگان جا مسافرت سفر نکنیم الا برای استراحت که در وطن خودمون بمونیم نزد پدر مادر نزد خویش اقربا. الله برکت در ملک مالی هممون عطا کنه. هر کجایی که باشین در حفظ امان الله باشین. اینه خودم تا آمدگیم حرکت میکنم که با کعبه نزدیکتر برم. اینه بالا ببینید مردم چقدر بسیارن. مثلا آمدنیم خیلی دستاتون رو نبرورین.
محکم که اختان در اینجا زنها و ضعیف ها هستند خوب نمیشه. الله همه غریبا را در حفظ امان خودش نگه بداره. به نهایت دشواره، غریبی دشواری داره، مشقتی داره. الله همه مانا صبر بده که تحمل کرده بتونی. الله مشکلی را بالای سرمون نیاره. زنکای فقط که در آمده رفته ایستند در اون هفته آمد ماشاءالله هفته‌وک. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله حرکت ما شما را نگه بداره. هر کجایی که باشین در حفظ امان الله باشین. خداوند فرزندهاتان قاری قرآن و عالم و عمل بگردانه ان شاء الله. مردم ببینین ماشاءالله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ماشاءالله مردم ببینین چقدر ماشاءالله زیاده. قدم زده نمیشه. راستشال طرف روسیه پلان نداریم ولیش همینجا دهیم. الله نگه بداره همه غریبه و مسافر را هر کجایی که باشن. ما در مکان انشاءالله در حق همه غریبا دعاگو هستیم. دعا میکنیم به اذن الله. الله نگهبانتان باشه. الله бережет каждого из нас. Иншаллах. Где бы мы ни были бы. الله نگهبان حرکت ما و شما باشه. برادران عزیز مهربان هر کجایی که باشیم در حفظ امان الله باشیم. الله حفظ میکنه. الله هیچ گاه مشکلی بالای سر مسلمانان نیاره. غریبا و هممون الحمدلله که برادر هستیم. دیگر دعا کنیم که علاقه بگیم به سری غریبه و مهاجره و مسافره چی استه اومده استیده غلبه که استه ارد به سعود دیگه کسا در عذابان. الله هدایت ممتون هر یک قدمونم انسان به خطا نمیشه. لیکن خیلی خطا را تپسکت کردن در کار نیست. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. پروردگار تمام بیمارها و عالم را شفای کامل عاجل فرما. پروردگار هر انسانی که بی فرزند است فرزندهای صالح و صالح را نصیبشان بگردان.
پروردگار هر برادری که قرض داره قرضداری رهاشان بگردان. پروردگار هیچگاه محتاج نامردانشان مگردان. پروردگار فرزندهای صالح و صالحه را برای هر یک ما و شما را عطا فرما. پروردگار هر برادری ما و شما که بی زن هستند، زنهای صالحه، زنهای پاک دامن برایشان نصیب بگردان. و هر خواهری که به شوهر است، هر اپایی که به شوهر است، آن شوهرهای بهترین برایشان نصیب میکنه. شوهرهای صالح و سالم و عبید باشند. آمین. بسیاری برادران الحمدلله بیمار بودن، آمدن اینجا، پروردگار شفاشون عطا فرمود. اینجا وقتی که انسان صدقاً و عشق دعا میکنه و طلب میکنه، الله دعاش اجابت میکنه. الله این روزها را برای هر یک ما و شما نصیب بگردونه. به نهایت روزهای خوب هستند. این روزها را بگیم انسانی که درک میکنه این جمعیه و احساس لذت عبادت دیگه احساس میکنه، همون ها میفهمن. و دیگه رقم ها گفته نمیتونم، در اینستاگرام بنویسین جواب داده میتونم انشاءالله. الله هر یک ما و شما را ملک مال حلال نصیب بگردانه که خانه خدا بیاییم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. پروردگارا اون اپا خواهرها و نکاد و درای ما و شما که مبتلا به سحر و جادو شده هستند، الله اونها را شفای کامل عاجلت فرمود. پروردگارا اون ساحرها، اون جادوگرایی که همیشه ضد اسلام کار میکنن، پروردگارا اونها را خار و ذلیل و نیست نابود بگردن. پروردگارا هیچ کس ما و شما را نصیب نکنه که نزد جادوگرا بریم، مادامی که الله میگه که ای بنده من از من طلب بکن، ادعو استجیب لکم، طلب دعا کنی من اجابتش میکنه. الله میفرماید پس چرا ما نزد فالبین میریم، نزد جادوگر میریم برای شکایت مشکلی خدمات؟ الله میفرماید ادعونی استجیب لکم، طلب دعا که ما اجابت کنی. الله میگه چرا الله طلب نمیکنیم؟ چرا در مشکلیمون از الله نمیبینیم؟ الله هر کدوم مشکلی همون آسان بگردانه. آمین. الله هیچگاه خاری و ذلیلی و پستی کسی ما شما نصیب نگردونه. آمین. به جایی که باشین همیشه با عبادت الله باشین، با یاد الله باشین. الله انشاءالله که موفق دنیا و هم آخرت ما نگردونه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. خوری حاجی ما یک مادر به زبان هست، بتونین حجره کردن. انشاءالله پول ملتون جمع کنین رویشون میکنین.
کار که انشالله پلاتون جمع کنیم بیزی الله رویت میکنیم. سلام اسم مشکری علیکم السلام و رحمت الله. اسپمی ولد انشالله کاش بیزنس. الله سبحانه و تعالی به اینجا حرکت ما و شما را نصیب کنه و بیاییم جاهای مکان مقدس. الله هیچ گاه ما و شما را از اینجا محروم نکنه. يا رب العالمين. استستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. إنك إليك أبغض إليك غير مفتون. شوفوا كل ما تأخرت مفهوم فوق. وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل دعواتنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا نفسته. سامحنا. حسنا عذاب النار. ترون رفتیم که نشید به نیویت زحمه و الله نعمت باشد. أولئك هم المفلحون. زحمه هیچی نفس گیر میشه، بعد همدیگر را میزنی. از همون خاطر از قرعه بیرون برآمدیم، ندیم میترش تواف میکنیم انشالله یکل اولا کده. برای که زنها و ضعیفان این در بدن اید میرسیم و خوب سمحنا بگذارم.
ما تدخلوش جوه، خليك على اليمين. ما شاء الله सबका नाम ले लेके सबका नाम ले लेके بحب السوداء किया है रोजा रसूल पे भी और इधर भी, फिर अभी फिर उधर वापसी है आखिरी الله حمتنا به جای مکان مقدسی بگردانه. برادران عزیز مهربان، بعضا نماشون استیستند اینجا. بعضی نمو شده جنسه سن که بیاین تا دعا اجابت نشوه تا الله طلب تو نکنه انشاءالله ما نمیتونیم هم خاطر تکیه به الله بکنین، از الله طلب بکنین. اینه ها الحمدلله. يا خواتل هنا الله يعطيك ملعب هنا در بالا میگردیم ده انشاءالله. دم زیاده ماشاءالله. الله خودش قوت بده که در روزداری انسان به حد کینه برآمدن و طواف کردن و گشتن. نه کعبه حاجی محترم چقدر دادن بسیاره ماشاءالله. یا چقدر آدم در ته های همین قدر دیگه آدم در بالا های. ربی خوش به حال مادران پیران سال میان ماشاءالله حج میکنن. الله حجتون قبول کنه. در روزداری وقت مانده میشه انسان. الله از تمام مشکلی ها ما و شما را بیرون کنه. خینه سخت پاد دربند میشه. اینه گشت بودیم و روز گشته کم که دشواره لیک به همش الحمدلله. لیک الله سبحانه و تعالی قوا میده. اینجا چند قدر اوجه کلانه در اوجه بگیم تیز تواف میگینه که سبب اینه که زحمه های خینتر میشه. بینید چی قدر آدم بسیار های اینجا نشان بتم آدم ها بینید خیلی های همون که آدم دیگه بود در اینجا های. همه امین ها کودکه که واقعا ماشاءالله همه امین ها بگیم کار دارن، حیات زندگی دارن، لیک بزمی همی چکا میکنن میخیزن میوین عبادت کنی. مردم خیلی که تایلند میرون، امریکا میرون، دیگه جا میرون تا اینکه جهت سپرسمنی خودشون بخواد کنن.
مردم مسلمان چیکار میکنن؟ مسجد میروند، مکه و مدینه میروند تا اینکه ایمانهاشون را بقوت کنند. الله نصیب ما بگردانه هر یک مسلمان به جا و مکان مقدسه. امکان باشه لایکات رو نظر کنید تا اینکه دیگه برادرانم بدرایم با هم تماشا کنیم، با هم صحبت کنیم. الله هر یک ما و شما جمله صالحین مصلحین بگردانه. خداوند ما و شما را جمله مفسدین و مسرفین نگردانه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. پروردگار ایمانای ما و شما را کامل بگردانه که در فریب هر انسان ها نریم که سبب دو انسان بی سواد چقدر انسان ها در عذاب و مشقتند، در ترس حراسند. الله نگه تو بداره. ما خودمون غریبیم، در غریبیم، همش میفهمیم، میدونیم، میبینیم. و هم خاطر هر کدومت که هر کجایی که هستین در حق غریبا، مسافرا و مهاجرا دعا کنین. الله هیچگاه دستی کم و سر خم نبینین. الله هممون علم مفیده و رزق حلاله و عمل هایی که نزد پروردگار قبول می شوند اونها را الله نصیب مون بگردانه. آمین. لا اله الا الله. البته این روز شرایط است، شرایط فرصت را از دست دادن در کار نیست، عمل کردن در کارای، کوشش تلاش کردن در کارای. شاید که تا فردا را نزنیم یا اینکه پس فردا را نزنیم. الله نگهبان ما باشه. این کعبه، این حج عمره. هر کسی که حج عمره میه انشاءالله که عمره میکنه الله همه گناهاش انشاءالله که عفو میکنه. بار که حیثیت اجت کنه که پیش و چند سال پیش آمده بودم در اینجا آزاد بود. یک کس دو کس میگشت کلیسه خطی میگشت دیگه. با کموده اینجا قالی این دختگی بودن، خوری بچه ها قرائت میکردن، درس میخوندن، درس میگرفتن. لیک این روزا نیست همون جاها. اینجا دا میشینن زنها ضعیفا. بله اینجا نمیوی که بشینی زیادی کنی حد زیاده. بعضی برادرها با همراه پدر و مادراشون آمدن. یک خوشبختی ماشاءالله که در این جاهای و مکان مقدس، در این جاها و مکان مقدس دعای پدر و مادر میگیره. و نام خدا یک راحتی، یک خوشبختی که در اینجا میوین دعای پدر، دعای مادر میگیرن که پدر مادر در حقشان دعا میکنن که پروردگار فرزند من از عذاب جهنم نجات، پروردگار در رزق روزش حلال برکتش عطا فرما. اما خاطر کدامت که پدر مادر قید حیای زنده های بیارینشون به جا و مکان مقدس تا اینکه اون پدران مهربان و مادران مهربان در حق فرزندهاشون دعا کنند. الله هر یک ما و شما را هم پدر هم مادر که هستیم به جا و مکان مقدس نصیب و بگردانه. این روز که ما خدمت پدر و مادر رو ما اگر که بکنیم، فردا فرزندهای ما و شما خدمت‌های ما و شما را میکنند. اگر این روز ما و شما نسبت پدر و مادر نا احترامی کنیم، فردا فرزندهای ما و شما نسبت ما نا احترامی میکنن. بنابراین فرصت هست که کنین خدمت پدر و مادر را بکنین.
حاجه محترم بینین ماشاءالله اشتگی قرآن خونده ایستن بعد عمره را کردن اشتگی با تلاوت قرآن مشغولن لا اله الا الله یکان جاهک بیام بشینم کمکک یکن در اینجا همه انسان با عبادت الله مشغول در اینجا زنها در اینجا مردها هر یک انسان با تلاوت قرآن مشغول است این ماه قرآن است اما با تلاوت قرآن مشغول است رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمید اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن را بخوانین بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش خب خاطر فرصت را از دست ندهین حرکت کنین با تلاوت قرآن مشغول باشین تا اینکه روز قیامت شفاعتگری ما و شما باشد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا القوة المتين تحضرنا كوا چیه خبرهای در مسکو عینی حال کسی اگر که بدونین اگر چه بنویسیم صلح احمد بیزیبه برادران عزیز احتیاط کنین هر کجا که باشین اپریلیون نوریمه آنچه وقت تایی بگم همی حالت همی بدبختی انشاءالله که میگذره و هم خاطر با صبر باشین کار هیچ جا نمیشه کار تمام شوی نداره و همچنین پرابلم هم کم شوی نداره این پرابلم را حل منی که سبحان الله دیگریش میآید این کم بدی را بد میکنی که کم بدی دیگرش میآید مثال بگیریم که نو دخترش رو میدی که با بچه بزن میشه نو خانه راست میکنی که با آقل ویران میشه مثلا آقل دیگه معنی ایش حل میکنی که اوش پیدا میشه از همون خاطر فریب دنیا نشیم ده حرکت کنیم که توکل به الله بکنیم الله میفرماید و من یتقی الله یجعل له مخرجا هر انسانی که تقوا میکنه هر انسانی که پرهیز میکنه الله او را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه وارکنین دین در یکم تراویح در مکه خواندیم چنان لذت چنان راحتی چنان احساساتی که با سخن او را گفته نمیشه و همون خاطر کسی که شرایط دارین بیاین این لذت در دنیا بچشین که حسن البصری رحمت الله علیه فی ثلاثه اشیاء میگه شما جستجو کنین لذت حیات شیرینی را در سه چیز
یکم نماز، دیم ذکر الله، سیم تلاوت قرآن. حرکت کنیم که همین لذت حیاتی و شیرینی پیدا بکنیم. اگر در این سه چیز انجام بدهیم و این سه چیز در لذت نبینیم، وای بر حال مان. بچه من میگه در دین میتجه. الله نیابان باشه مادر مهربان تانه. خوشا به حالتان که مادرتان روان کردگیم. تا حاضر از چشمان دور نشده است. من رفته بودم تا حاضر از چشمان دور نشده است. ماشاءالله. باور کنین یه بار آمدیم گردون درمون بدریم. Иншаллах, делаем дуа, просим Всевышнего, чтобы было все мирно, чтобы было все спокойно, чтобы не были вражды, не было врагов, чтобы спокойно все вместе были. Никому не нужна кровь и война. Столько народа, маша Аллах. Альхамдулилля аля кулли халь. Пусть Аллах бережет каждого из нас, где бы мы ни были. Если вам не будет сложно, шумора дида хорчана муджа, маша Аллах. Альхамдулиллахи раббил аламин. Альхамдулиллах. يا رحمك الله يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. به نام الله در حق غریبا دعا میکنیم. در نمازمون هم دعا میکنیم. پروردگارا غریبا را نگه بدار که سر میشه غمتی. دعا میکنیم که پروردگارا هیچگاه به سر غریب و مهاجر و مسافر مشکلی نیاید. دعا کنیم که وطن عزیز خودمون خداوند سری و پری بگردانه، جای کار پیدا بشه و در همونجا باشیم. یک کس نزنه سرمو نکنه خونه هامونو، یک کس نگه که پلی کوارتی را تا بیا بسپاره، پلی پتنته و دیگه تا که الحمدلله وطن به نوع جای خوب است. جهتی که مثال بسیاری هامون فرزند بسیار داریم، مجبور میشیم که با غریبی به کار بریم. روی دست بیسواد زیاده از 2.5 میلیون تاجیک در شهر رسیه زندگی میکنه. زیاده از 2 میلیون در شهر رسیه زندگی میکنه. فعالیت داره. زیاده از 1 میلیونش فعال است. فعاله که صاحب کار های، کار دینده های، یعنی یاردم خودش برای مردم میرسه. لیک ببینین که 2 میلیون و 900 اینه بگیم استاتیستیکش برآوردن، 2 میلیون و 900 هزار کار میکنه الحمدلله. لیک از سبب دو کثافت 2 میلیون و 900 هزار آدم ضرر میبینه. کارخانه هاشون محکم میشه و بعضی کار نمیبرن، بعضی ها رو دپارتاسیون میکنن، بعضی ها رو خیلی حالتون در خود از گپ دچار میشه. حرکت کنین. ما غریبی اومدیم به خاطری که کار کنیم، به خاطری که فرزندامون محتاج هیچ کس نشوه، به خاطری که زنمون، فرزندامون، پدر مادرمون خانه کس برای نون طلبیدنی نروند. تو اینکه خودمون بخوریم بپوشونیم شما. لیک بعضی ها غریبی میروند چه کارهایی نمیکنند. الله نگهبانتان باشه. حرکت ما و شما میگیم غریبی را دیدگیم. Хотя не понимаю, все же у вас очень жаль.
Спасибо. نعم فقط هذا المكان ان شاء الله خرجنا تابع البوابه. در بازار لوبلینا شما تمام شد. الله نیابان تمام باشه. لوبلینا 20 می اومدیم. باز هم برادران عزیز دکومنتاتون رو بکنین، احتیاط کنین. انسانی که این درد دیدگیه او انسان ای را میفهمه. مثلا ما در همه غریبی امرمون میگیم تایرش دیگه. از برای الله ما روی کرده میتونیم حج. مثلا هم کمپانی ها را میگیم رویتون میکنیم، پلتون را جمع کنیم انشاءالله رویتون میکنیم. مشکل نیست انشاءالله. وسط هر انسان هدفش بمونه، کار کنه، از الله سبحانه و تعالی طلب کنه، الله میسرش میگردونه، موفقش میگردونه. برای شما را هم کارگریم جان، کار میکنیم. اگر که ما را خوریم نمیشوه. هروی نمید بدبختی ها گفتی با بعضی ها گفتی با در مشکلی ها دوچار میشوه. صاحب کاران ضرر میبینن بسیاری هاشون. هروی بیسوادی بعضی ها انشاءالله دعا گوییم. نمیدونم که ما 150,000 بدم اینو 100 چند هزاری بود آمدیم. هم قپله دادیم آمدیم. مثلا که هدف مونین، کار کنین. اگر در 1 سال 10,000 یک طرف مونین و غیر رمضان دیگر روزها در عکس میشه. باز برست گسیسا از سببی که اونی آدم زیادی بعد آمدگی گسیسا قیمت هست. گسیسا را قیمت کردگی هست. انا بعد از رمضان ارزان میشه به اذن الله. بعد میتونین که ببین اگر در 1 سال اگر 10,000 سپارتوین 120,000 میشه. هم میای راحت میکنی، استراحت میکنی، هم دم میگیری، هم عمره میکنی، میخیزی میره به اذن الله. لیک قدر الله. یکی نه قربان و سنگک اروی بیسوادی خوب خدا زنه صاحب کاران خدمانه برنشان جنگ. یعنی وقتی که تک دعای بد میکنی ملائکه در حقیقت دعای بد میکنن. در حقیقت دعای بد میکنن که میگن که چی تو به همون جا و مکان برای تو وقتی که نسبت یک از گمانی بد داری، رفتاری بد داری، نسبت یک از دیگه دعای بد میکنن. و همون خاطر نسبت به اون کس بدخواه نشه. او خانه بودست انشاءالله بچه همون داده مرائی میکنیم انشاءالله روان کنیم. ثواب میگیریم، ثواب پدر و مادر رو بگیریم انشاءالله. الله یربان تو باشه. شما خداوند زدگی ایده سامحني. لا يفيرم. از الله شرم کنیم موزیکتون رو بکشین. ما رمضان اخدا نمیترسیم. موزیکتون بلند کردگی بعد میگن تو که خدا شما را دادگی با قهرتون میکنن. پیش افطار باید شما پیش افطار باید دعا کنین. قربی افطار در شما الله هدایتون بده. تلویزیون کی مونده؟ الله هدایتون بده.
گزارش کردیم. شما نمیخونیم بعد. ماشاءالله. داخل ما داره فراموش نکن. الله یابان تو باشه. ما مردم رو ببینیم. چنین در فیسبوک. انشالله خدا توفیق بندگی رو برای هر یک ما و شما نصیب کنه و هدایت علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبول میشن الله اونها را نصیب میکنه. آمین. کودک کبی ماشاءالله. الحمد لله على كل حال. انسان جکو راه میگردن احتیاط باشه که نمیاد پشت میزنه پت میکنه خون میاد طهارت میشکنه و اگر میدویده که با طهارت کنی وقتی که طواف کشته وقت بهوده میکشونه بعده هم خاطر احتیاط باشن یا کارگرها همینجا هم پلیسمیتی میگردونه دیوته. دعای مادر خداوند قبول کنه. ماشاءالله. میجی خان میزنن میرم. سامحني. حکومت مغالا دعا کنین خانه کعبه را میسر گرداند. آمین. شاید به حق همه دعا میکنیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا کرده که اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر. دعا کرده که پروردگار را پناه میطلبم به سویت از کفر و از کمبغلی. دعا کنیم که خداوند شرایط هر یک از این ما و شما را خوب بگردانه، بهتر بگردانه، تا اینکه محتاج هیچ کس نشیم و هیچی نشیم. الو لبه شنه تواف کسم بدیمی تاش دیم خدم طبقه
آه. آمین خدا شفا تا بتا. ها؟ بله انشالله. یک جای شما خانه رفتین؟ سنگ نقبین نمازا را بخونیم کفایه ای ده 15 اخیر. مال خدا خدا. ها؟ چی؟ نه نقبین اوجا تلپا و دمه بچه ها گشته نمیتونن. شما چقدر اوجا میگردین؟ نمیشه و خیلی برای تو بدرو برای خیلی بدروی مال خوب این یابان کنم من نمیخوام سنگ پنگه فرق نیست خوی ما دارم سنگ کپی در فرق نیست میگم مال خوب که ما در فیلم خدا یابان باشه الحمدلله. بعضی هم سنگ مطلب شما سنگ خبیدن مثال بگیریم این دیم میتاج در ببینین که چی قدر آدم بسیاره در اینجا اینجا دیم میتاج قدر بسیاره آدم انسان میتونه که برای سنگ و قپا چحال دارین اکنوها گداران برداران خوب استین تنج استین حولتان خوب است الله نیه دارن حرکت دیم هوش مید چه حالت ها و چه گپ ها و چه خبر ها جن یارو شده از اخشم ناکنیم بار کنیم طاعتی بودتی الله خودتک هم جن میبروی میروی بدنش یک بسیاری همون ای طاعتی بودتی الله دورتریم ای نماز دوریم ای روزه دوریم ای قرآن دوریم ای خیر صدقات دوریم بعد مبتلای بیماری سحر و جادو بشنیم بعد میگم نمیبروی عذاب بوده جین چکا کنیم ماشاءالله اینها کعبه بسم الله الله اکبر جای سوزیده مردم میان دعا میکنن دمیریس ها اخوان می ایستن اینجا صفا و مروه میدروین اینجا مردم این الصفا و المروه من شعائر الله ونوس میروان است الحمد لله جای محترم تا بخوردن بیاین در خدمتی
چه که دستمون بیایه به قدر استطاعت خدمت میکنیم. الحمدلله خدا همین بردارایی که ما را نگه داره همین جواب مقدس خدا نصیب شما میکنه. بروزش کویل ساعت چند منیتی هم دیگه الحمدلله جبر آمدیم مردم اونجا بیایم که بشینیم خانه استراحت کنیم. اینجاش صفا و مروه اینجا صفا و مروه کسی که ندونیم إن الصفا والمروة من شعائر الله. اینجا صفا در اینجا نیلنیا که سابزای در اینجا مدوی إن الصفا والمروة من شعائر الله نگو مدوی إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول مدوي إن الصفا والدعاء مكينك اللهم إني أسألك المغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافي فاعف عني. الدعاء خير برای خودت برای اهل بیتت برای خیش اقربات. بسیارها دیجا را دیدگین حاجی محترم اینها بدایت الصفا سرشوی صفا. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. این الصفا این سنگاه دور حضرت ابراهیم علیه السلام. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. دعامك عند جنازك عباون ولاش نخلي إبراهيم. جبل هنا این همون کوهی که دور حضرت ابراهیم یا موندگیان. این همون کوه چندین سال شد که ما اینو میریم. همین که همون خیلی موندگی فکر نیست.
يمين عندك. الحمد لله طواف کردیم. بازی مگزین ها میریم. مگزین تا ساعت چال داره ناجی ها خوب هستین؟ تنج هستین؟ علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تنجین خوبین انشاءالله. الله در حفظ امانش نگه داره هر کجایی که باشین. با دعا باشین. صفا مروان نشان میدادیم حاجی نشان دادم روزه شدم بسیاری بده یا روزه زور منویسش خیلی که به حرکت شدیم نفس گیری زور برامد یکی دوله نظام داده ایسه هیچی نفهمیدیم و امروی حاجی با ایسر هیچی برمیسته پیشینی کسی 3 ساعت ایکونه ها اینجا برمیسته مزبا دینا قریب 30 کیلومتر گشتیم از هم خودی شاید زور ماگی باشد زور ماگی دینگینه یه روز برآمده است یه روز میگه موجه قریب 8 کیلومتر گشتیم انشاءالله گشتن خوبه منفعت داره برای سلامتی هم چی میکنه هم روزه داریم برای خراب شد انشاءالله منفعت میکنه هم در جاهای مکانهای مقدس قدم میزنیم کم که طواف کردیم صفا مروه گشتیم طواف نفله آمین آمین جزاک الله خیر اصلا که بریم چرا در مومنتی بریم сейчас как в Москве 15:23 ой то есть 17:23 час и 10 минут осталось до разговления, до ифтара. Вот столько голодаем, ходим, да? 2 финика и воду попьем. Хватает, альхамдулилля. اون ساعته که بسیاریاتون در صورت ها و ویدیو ها میبینید باز ما همون چی هوای میدرهیم ترگول سنتر یعنی تاش میدرهیم داروی که برای سحر و جادو در کاره اون را پیدا میکنیم انشاءالله. هلا عمره حبيبي. الحمد لله رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسیاری حاجی ها گم میشوند استرلکه نمیجا یکی نمیجا بیایین بسیاری حاجی ها میدونن استرلکه رو بشه علکه
वो इधर थोड़ा चले आओ इधर भी हमारे साथ चले आओ यही मैंने कहा هنا ها بینه که همه جو آدم خیلی بسیار های ماشاءالله. پیش حمام، پیش صفا مروه، پیش طواف، نزد کعبه، نزد ساعت. باز ما میریم ترگول سنترال را میبینیم که چه خیلی جای خرید فروش همونا میریم. چی گفت در اینجا؟ الله بیمارش شفا بده. بچه ها که اشکر چشمش ماشاءالله. اونو تو میاری کی نسری رانو هم مردمی هندوستان دیگه بیش که میزن هواره میکنی بلی نکن میجی خم پروا ندارن که پاد میزنه خون میآیه در من میشوه. حد صدا خیلی خوبه پروایی چی ندارن عرالش میگه میدوه. عند حمام ثلاثة. نه حضرت یا شبیه عربه را بکشه بگیره و تا احرام نیوداب نیشه حقلش نمیگیره که عرش کنه داره. نه مردم دایو فار نداریم پیش ترگولی جای سوده و محکم که اگه خليه يروح هذا وارقنا خليه يروح يوم يروح والله ريت كما بينكي عيني حال ملسو كيرش درشوش إنا يا ملسو كيرش درا كما كاكبو بلانت قبلان دميس هنا مردم ها بینده پیش جای سودای وای محکم که گنج سوداشه یا اون باشه پرتفتگی و همچنین از اون طرف از این طرف جا را محکم که پروا ندارن در دنیا چی گفت طب عيش لا دام تفكير الدنيا هنا ها ترگول سنتروش نه جا خیرما تقسیم داره جنگ بی تقسیم داره خیرما جنگ شد بابا خیرما کلی جنگ هست نه پل تقسیم کسته نه زنک پل تقسیم کسته خیر کسته انشالله زنک پل تقسیم کسته اینجای تیله ها کسر که زنگیریم لورا بینید خیرما تقسیم کردن برای افطار ماشاءالله. بسم الله. السلام عليكم. لو سمحت واحد مصحف بكم؟ للحرم اي 40 40 هدية 25 هدية اي هدية اي الحرم 40 إذا ليش الحرم غالي؟ الحرم سعره كده عليه ختم الحرم عليه الختم هذا شوف
ام البراكوت بعد عليه كتاب اشوف هنا ايش؟ قال لي هدية هذه فين؟ خاصه في الحرم. لا أيضا نحن درسنا بهذه المصحف. ممتاز جدا هذا درجه اولى. لا أنا أعرف بس يقرأون برای چی؟ چیل بيه. واحد يقرأون. يقول اكتب واحد صدقه. أيوة أنا أعطي لك 25 فين من 25 هذا 25 هدية مني. ربنا يخليك يا رب. آمين. ويخلي لك اولاد. ادعي له يا خالد. ما ادعي له وادعي لك انت هو ربنا يسر عليه. معي ولد اثنين. ما شاء الله. واحد أعطي له واحد. يا رب يخليك. كبير. هو كبير؟ ايوه. كم هذا؟ ما شاء الله. نعم. انت بربك. خلاص. ماشي. هنا كثير خلاص كثير هاي تطلع عليك. خلاص؟ هو اعطاني 100. خذ ال 100 هذه اعطيني 100. وهذه 50 ريال. هنا مصحف مرة غالي في روسيا يعني السعر رخيص. انا لا ادري. لان طبعا طبعا الحرم فهمت. لا ايضا زي عندي في بقالة ايضا في. ايوه في ايوه نفسه ايوه نفسه. بس الطبعه حقته هنا. طبعه هنا. لا ايوه بس السعر ليش هنا غالي؟ الان في رمضان كل شيء يزيد في رمضان. نحن المسلمين لازم نقص السعر في رمضان شهر المباركة. تكسب الاجر ان شاء لا الله. لا انتم خلاص اخذت فلوس؟ واحد مصحف حق الحرم اثنين له خلاص. یک برادر گفت یک قرآن 500 روبل روی کرد که یک قرآن خیر کنین. 500 روبل مرا نپرسیده گرفت 500 روبل روی کرد که در مسجد مکه بر قرآن بمون. ما نویسیمش که برادر عزیز قرآن 500 روبل زیجه قیمت های مثلا 40 ریاله. کسی که با سواد این بشول میفهمینین دمو یاندکس بزنین 40 ریال روبله сколько будет نویسین 40 ریال روبله شاید که تقریبا 1200 1300 شده. خلاص که الحمدلله با خدمت دبلوش موندیم خیر کیم. یک زنه که دیگه اومد گفت که من یک قرآن بده یا فرزند دارم خیریم که با او را دادیم خدا خیر شوه. یا تجیهش اومد بارو تا دادیم الحمدلله. باید تشجیهش اومد گفت که با منه قرآنی خلان توفه بکن با خوش چکیم. خلاص گفت الحمدلله خیر شوه خدا در ماه رمضان قریب 6000 رفت ماشاءالله. آجا انتظار افطارم. ما خلاص گفت دوام میتیم تلفن و گم نکه باشم سوز و دامه دی آجا محترم داشتم. اعوذ بالله قرآن ما فراموش کرد تلفن ما خیراتی فراموش نکردم در جیبکم دسته الحمدلله. خلاص گفت که در ماه شریف رمضان به خاطر الله چقدر که خیر میکنیم انشاءالله که مبدل میشه برمیگرده. ساعتای خوب بهترین است. في عندكم ساعة أوميجا؟ ما في؟ در اینجا بگیم تا ساعت همه چیز قیمت های. قرآن میگن که برای حرم قیمت های اگر برای مکه را بخری قیمت های اما برای هدیه بخری اگر ارزانه. هدیهش 25 ریاله برای حرم 40 ریال.
و گفتم که چی ما خیر میکنیم بگه رمضان قیمت گفتم ما مسلمان ها باید در رمضان ارزان کنیم برعکس هم با شما نرخ نو را میبردانیم این جای مسلمانی گفتم شونه دیگه نمیدونم هم نمیدونم بهترین کلمه که نه جنگ میشه نه جنجال اینجا که اینترنت مگر نم برای تای پدوال درمیم جا قیمتی هایی باید اینترنت سوز کنیم آزی جای بگیم خرید فروش چی میدیم یمنی ها ایسیده بود فکره سوی نیجه ده باید باشه همینجا ده فکره لا انا شجر طول الصيام حتى ببسمتك انا اشوفك طول الصيام فين محمد؟ السلام عليكم محمد لا محمد الثاني شيبه لا أنا اشتريته منه روان ايوه فين هو؟ اتصل موجود الحين اتصل انت تتصل بي ايوه هذا القلم معك يا حبيبي لا قلمي كيف هذا؟ هو حقي ورب البيت وهذا ما هو يا مستخدم هذا سواك؟ لا قلم هذا مستخدم ما يشتغل قلمي حقك على طلع السلام عليكم يا شيخنا أنا عندك يا مالك كجون خلقتش موجود بزنين 865 55 68 965 55 68 انت اللي لحظه والله انت كنت سبب احسن منه والله فين رايح؟ دامج ان شاء الله والله تريد تساعدني ان شاء الله ايش عندكم فيه جديد جديد ايش عندكم فيه؟ اي شيء فيه جديد عندكم؟ محمد لقى صاحبك انا ارسلت له فيديو انا موجود هنا طيب تمام ما باقي عمك جيب فلوس وتعال بكره هذا هو محمد علي حبيبي كيف حالك؟ الله يسعدك ويبارك فيك ويحفظك. فينك ما اشوفك من زمان القديم انا دوبي مشيت خلصت دوامي الحين. راح يفطر متى بعد كم دقائق؟ لا ما نرجع بكره الصباح. تجي بكره الصباح؟ ايوه انا قلت لك يعني جيب لي تقريبا 15 كيلو تجيب لي؟ ايوه نجيب لك نوفر لك لا بكره. متى تجيبني؟ بكره نوفر ان شاء الله. خلاص وانا انتظر ان شاء الله بكره اتي لك. خلاص خذ عنده اطرح عندهم فلوس شويه عشان نرسل المندوب يجيبه. خلاص انا اعطي له يعني 100 دولار يكفي؟ ما في مشكله. خلاص طيب بكم تعطيني بس السعر يعني انا 15 كيلو. لا 15 كيلو انا اشتري منك يعني بكم تعطيني؟ طيب ما انا عارف الان سعره نتواصل بالشركه وانا ادي لك سعر ما في مشكله. اعطيني بسعر رخيص انا اشتري منك جمله انا كثير صح؟ ما في مشكله انا ادي لك اقل سعر الجمله ولا يهمك. خلاص انتظرك. الله يحييك تعال لي بكره في العصر في الظهر في اي وقت. بكره بعد ايش اسمه؟ بعد العشاء ان شاء الله. هو موجود من صبح الى المغرب خلاص يعني اكتب لي في واتساب اذا يجي
طيب انا اكتب لك واتساب، اكتب لك سعره واكتب لك كل شيء. خلاص تمام، ننتظر. السلام عليكم. الله يوفقك. شد عندهم 100 دولار 100 دولار كمان. خلاص 100 دولار اعطي لهم خلاص. اعطيته له 100. هذا كرت المحل. ها؟ Bana se aconte da que zakripić kino. Bana se aconte zakripić kino. Salah Umrah. Alhamdulillah. Modar حرام قرار داریم که دولار خلاص هجي. لكن ما يضيع. ايش عندكم في شيء جيد؟ تريد برفيوم. اي برفيوم. برفيوم. برفيوم ايوه. سعودي جيد درجة أولى. في درجة أولى. هذا بكم؟ هذا درجة أولى. لا مش حلوة. عود تبغى رجالي. ايوه رجالي. انا بكره اتي ان شاء الله واشتري. انا اشتريته منك يعني برفيوم. لا حق ايش اسمه ادويه. في عندكم شيء جيد على ايش اسمه زي في هذه اشياء تلف. اعطيني اي شيء. لا مش حق العلم. حق لا مش علم. اذا اي شيء. ايوه بس باللغه العربيه ما افهم شيء. برضه صلاح عمره كذا ويدي حاجين. يعني لا مش هذا شيء ثاني. يعني تحد ايش يا غالي؟ اذا في شيء عندك بين ايش اسمه ايوه نظف هذاك الحجر. ايوه ايوه هكذا حق اللي في المغرب موجود منه. حق الركوع الماء. ايوه هذا موجود منه. برضه زويدي حاجي عمره او عندي حاجي فرزي. اعطيني واحد. حال خلنا خار بالوسع عربي. ويدي حاجي عمره نمجي صلاح عمره نسجي. داینمی پس سکنین برای نرخو برای چگونه حج عمره کردن و کدام حاجی با همراه ما میآیند کی میآیند کی دیگه همش معلوم پر میشه. اونم صلاح عمره در برشه سکنین اونجا ده بسیار ویدیو با همراه عثمان ده همونجا میبره ان شاء الله. بنزدیکی بدرین ان شاء الله پس سکنین. في عندكم N70 N70 كان ايوه N70 كان في زمان الماضي. ايوه N70 ايوه عرفت. هذا هو هذا بكم؟ 70 ريال. ما شاء الله 70 رخيص. لكن هذا يهرب لك كل شيء. لا شكرا انا فكرته ممكن 5 ريال او 10. غالي شوي غالي 10 ريال. ولا عطر. بكره ان شاء الله اتي واشتري. هذا اعطيني بالرخيص واشتري منك. هذا بكم؟ شغاف هذا ب 110.
سبحان الله. وأنا هذا مرة رخيص عندي في الدكان. عندكم؟ أيوة أنا اشتريته ب 22. أيوة. خلاص قل له يعني. ايوه عارف انا هذا نبيع عندي في جمله في روسيا كثير. انا اشتريته منه كله من دبي. من دبي. تشتري من دبي؟ ايوه انا عامل هيك عندي في دكان كبير. تشتري ب 22؟ ايوه من دبي. اعطيني. كيف اعطي لك؟ يكون في دبي موجود وتروح تشتري. هنا انتم تبيعوا يعني بمش جمله. خليني اروح يا شيخ لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام. وينك انت؟ شكرا الحمد لله. السلام عليكم. باي. بلوجر نسمو. ارزان شو که قیمت میگی خنی نرخه؟ اینجا 45 گفتم 20 ریالی گرفتم. 45 گفتم 20 ریالی. مدینه دا افتادی گفتم اینجا 20 افتاد. 45 گفتم 20 گرفتم. حالا ارزانش که ارزانش میکنه. با اصلا جای همین افتاوی دور اگر که بیشتر بگیریم. برای کار. همینجا نگشته ایستیم. اگر زکازوی گراندیوز نباشه اگر نامولی چرا بدون نگر گابزن انشالله میگیریم میبریم. في عندكم حجاب؟ حجاب جيد؟ انت حجاب حجاب ايوه حجاب. حجاب حجاب جيد. في؟ لا مش هذا يعني احسن حجاب. جميل. لا مش هذا. ايش ساعته؟ في عندكم ساعة أوميجا؟ اوميجا أيوة. لابس ولا ايش؟ ساعة. اسمها اوميجا. أيوة أوميجا. أوميجا 3. في سيكو بيش. لا أبغى أوميجا. اسمه أوميجا. رولكس. تركيا. وريني رولكس. هو رولكس. هذا رولكس. أنا عارف رولكس. عندي في رولكس أصلي. عندك الأصلي؟ أيوة. ما شاء الله. هذا أصلي. هذا نفس الأصلي مقلد نفسه. لا حتى ما هو مخلط. نفسه بالضبط. بالعكس إذا في حقه هذا يدور. هذا كر 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 كر. هذا نوع ثاني يعني. هذا أهم بيون شيء. شكرا جزيلا يا عمي. خلاص يبكي جاء شيخ الشيوخ. شيخ الشيوخ لو سمحت. شيخ الشيوخ بكم؟ شيخ الشيوخ. شيخ الشيوخ ب 120 120 درجة أولى. هذا حق دبي؟ يطلع عليه بعد العرض. هذا عليه عرض 8 ريال. وين الاخ الكريم شرع بالسلام؟ ها كم تعال ناخذ لنا هذا. خلاص قبل الحمد لله برادران عزيز كسد كي عمره میخواین حج عمره رفتن میخواین اینا صلاح عمره نمیسگه
یارانمون بدونیم پادکست کنین ویدیویی که چگونه احرام بستن در کار، چگونه عمره کردن در کار، همراه کی آمدن در کار، چی نقصانات داره در عمره، چی خوبی ها داره، چی کمبودی ها داره، چیکار کردن در کار، چیکار کردن در کار نیست، همش مفصل کرده میفهمن ان شاء الله. ما بالا میبریم برای چی روزشگاهی اگه چه بخریم کنیم ساعت دیگه دیگه به روزشگاهی. اما در دنیا می چی ترگال سنت ساعت مگر که بینم روی چه بخریم. نه یا میکنه خجوش مردم پاسپورت رو رفتم بزیان انگیزی میاد لا إله إلا الله. بكم؟ 120. ما قاسي أنا فيه؟ آخر كم؟ واحد هذا ممكن واحد عادي اشتري واحد 80 هذه ساعة 80 ماشي 2 اشتري ها واحد هذا واحد ثاني 210 آخر سنة 105 يمكن تدخلين كثر بقين يا 90 بسم الله 92 حبيبي وقت السفر لازم 100 من آخر سنة 90 بسم الله 2 100 آخر سنة 90 ها خبيث فيرود میکنه میگن هو میگن ابغى هذا هذا اعطيني مقص كبير يا اسد بيسريولي نوادريولي شو كاين روز باز زکاس می‌خرید 300 چند ریال می‌گالتا نمی‌دونم زکاس کی می‌آگرده کیور دوستگیم خلاص يا برادران عزیز الله نیابانتون باشه با دعا باشینه و علاقه داریم الله نیابانتون باشه خب نشه ما گفتم خاله کنیم افطار کنیم ان شاء الله